سلام. امروز قراره که درباره ایونت نیماتکیدو صحبت کنیم که چه اتفاقایی افتاد و صحنه ها رو نگاه کنیم و اینکه بهتون میخوام بگم که دلیل دستگیری نیماتکیدو که نمیدونیم هنوز دستگیر شده یا نشده، چی بوده، بسته شدن پیجش، یوتیوبش، قراره که همه اینا رو در ادامه ویدیو بهتون توضیح بدم و اینکه اگر با محتوای گیم حال میکنین چنل منو سابسکرایب کن و برو بریم سراغ ویدیو. خب بچه ها، اینجا ایران ماله و میبینین که چقدر آدم اینجا اومدن، یعنی واقعا خیلی آدم اومدن. کلا میگن که نیما بیهوش شده و موهاشو کندن، اصلا یک سری چیزا میگفتن که آدم پشماش میریخت و میگفتن که کیف پول و گوشی نیماتکیدو زده شده که خود نیما اینو تکذیب کرد و گفتش سر جاشه و اوکی. گوشی منو ندزدیدن، کیف پول منو ندزدیدن، اینجا هست. اینا اینه. دلیل اینکه پیج نیماتکیدو بسته شده با توجه از چیزی که من از کانال فنای نیماتکیدو توی تلگرام فهمیدم، دلیل بسته شدن کانال یوتیوب و پیج اینستا نیما جمع کردن هزاران دختر و پسر در کنار هم که نامحرمن. این دلیل اصلی بسته شدن پیج نیماه و ما نمیدونیم الان نیما دستگیر شده یا نشده و خب گفتن اخباری از دستگیری خود نیما هم داره پخش میشه. امیدوارم که این همچین چیزی اتفاق نیفته. خب میبینید که اصلا بزرگ و کوچیک همه با پدر و مادر، بچه ها، نمیدونم، همه اومدن. ماشاءالله نیما هم خب خیلی فن و طرفدار داره و اینجا یه دعوا اتفاق میفته. هایشی چی وضعی بوده. و اینجا هم نیما توی اون آبنمای ایران مال بوده که متاسفانه پاش هم عمل کرده بوده و به پاش فشار میاد دیگه. اینجا به پاش فشار اومده بوده و خود نیما میگفته این کف لیز بوده و به کسایی که میمونن تو آب هشدار میداده که نه لیزه، نیفتین زمین. واقعا خیلی خاکیه این بسر دمش گرم. اینجا امیر گودرزی رو داریم که داره سخنرانی میکنه. واقعا خیلی شلوغ بوده، خیلی شلوغ بوده. ببین چی همه آدم اومدن. پله برقی ها رو نگاه کن. خیلی آدم اومدن. و اینکه تو کامنت ها بگین شما هم اونجا بودین یا نبودین. من که خودم نبودم، نمیتونستم برم، قسمت نشد که برم، اگر نه خیلی دوست داشتم برم. مردم اونجا خیلی هم شعار میدادن، مثلا توپ تانک فش بشه، این در باید باز بشه دیگه. هست دیگه، این شعار هم هستش. ولی خب واقعا اونایی که بدون بلیط رفتن کار اشتباهی کردن. خب نیما رو اینجا میگن از حال رفت. نیما نمیدونم واقعا از حال میره یا میفته زمین، چه اتفاقی میفته، ولی خب فکر کنم از حال میره و اصلا افتاد. و خب اینجا عمو تئوری میاد. عمو تئوری هم یهو میگم و این کلیپو به زور پیدا کردم از عمو تئوری که توی ایران مال بوده و همه ریختن دورش. خب بچه ها، امیدوارم با این ویدیو حال کرده باشید و امیدوارم که هر چی زودتر این مشکلات برای نیماتکیدو درست بشه، ویدیوی پر انرژی برامون بگیره و بتونیم بعداً یک ایونت بذاریم، یعنی نیما برگزار کنه که ما هم بتونیم بریم به این مشکلات و اینا تجربه میشه دیگه، به قول خود نیما. و آره دیگه، دوستتون دارم و چنل رو ساب کنین تا ویدیو بعدی.